برای اصلاح افتادگی ابرو روش‌های مختلفی وجود داره. بعضی روش‌ها هستن که روش‌های به ظاهر خیلی کم تهاجمی هستن ولی در واقع کار خاصی براتون نمی‌کنه و برگشتن بسیار سریعه، مثل کشیدن ابرو و بالا کشیدنش به وسیله نخ. روش‌هایی هم هستن که برای بالا کشیدن افتادگی‌های ابرو هستن که این روش‌ها بسیار تهاجمی هستن و الان انجام نمیشه ولی موثرن، مثل روش‌های لیفت بایکوروناله که یه برش عرضی در واقع گوش تا گوش داده میشه و بافت اضافه کشیده میشه و قیچی میشه و برداشته میشه. این روش موثریه ولی بسیار تهاجمیه. در محل برش معمولاً باعث ریزش مو و تاسی و کچلی میشه و بی‌حسی‌های طولانی مدت. روش استاندارد و طلایی لیفت ابرو که روش بسیار موثر با کمترین تخریب به بافت‌های طبیعی ابرو و پیشانی وجود داره، لیفت آندوسکوپیک ابروه. موثرترین و دائمی ترین و کم تهاجمی ترین روش لیفت ابرو در حال حاضر لیفت اندوسکوپیک که با برش‌های کوچیکی در ناحیه پیشانی و شقیقه انجام میشه و بافتای ابرو آزاد میشه، بافتایی که ابرو به سمت پایین میکشن و ابرو در نقطه جدید فیکس میشه و یک نتیجه دراز مدت رو برای شما ایجاد میکنه.